سلام به شما عشقای جان. امروز میریم سر وقت یک داستان جالب و پرماجرا. این روزا حمایتاتون یکم کم شده؟ ممنون میشم چنل داستان‌های کاغذی رو حمایت کنی. بریم سراغ داستان. اینم بگم که این سبک داستانگویی فقط تعریف نیست، بلکه یک نوع نقد هست که درس‌های مهمی برای شما داره. داستان با عشق خیلی آتشین راوی ما حسام به دختری به اسم نوین شروع میشه. همه چیز به نظر عالیه جز یه مانع بزرگ، پدر حسام. به شدت با این ازدواج مخالفه و یه جمله خیلی عجیب و کلیدی میگه توی اون خونه مرد تصمیم گیرنده نیست. به نظرت این جمله واقعا منظورش چی بود؟ یعنی فقط یه مخالفت ساده پدری بود؟ نه. به نظر من خیلی عمیق‌تر از این حرفا بود. حسام اولش فکر میکنه مخالفت پدرش به خاطر مسائل مالی، مسائل طبقاتی و اینها. اما هشدار پدرش اصلاً ربطی به پول نداشت. این یه تحلیل دقیق از دینامیک قدرت توی اون خانواده بود. پدر حسام داشت به یه ساختار اشاره میکرد که تو اون مادر خانواده کنترل کامل رو دستش داره و بقیه حتی پدر خانواده فقط مجری تصمیمات اون هستن. در واقع داشت به حسام میگفت تو توی اون سیستم تبدیل به یه مهره بی اختیار میشی و نقشت به عنوان همسر از بین میره. دقیقاً نقشت به عنوان یه شریک زندگی کاملاً تضعیف میشه. اما خب حسام جوونه و عاشق، این حرفا براش خیلی معنایی نداره و نصیحت پدرش رو نادیده میگیره. با وجود مخالفت شدید خانواده با نوین نامزد میکنه. ولی اینجا داستان یه پیچ تراژیک پیدا میکنه. پدرش ناگهان فوت میکنه و حسام با یه کوه از عذاب وجدان و پشیمونی تنها میمونه. و تراژدی اصلی اینجاست که برای آروم شدن به آغوش همون کسی پناه میبره که دلیل اصلی اختلافش با پدرش بود. این لحظه از نظر روانشناختی فوق‌العاده مهمه. این عذاب وجدان تبدیل به یه پاشنه آشیل برای حسام میشه. از اینجا به بعد اون در مقابل خانواده نامزدش آسیب پذیرتر میشه و مادر زنش این ضعف رو به خوبی تشخیص میده. بلافاصله بعد از مرگ پدر شروع به پخش کردن یه شایعه میکنه. شایعه بچه دار نشدن حسام؟ آره، میگه حسام بچه دار نمیشه. این یه تاکتیک کلاسیک کنترلگری از طریق تحقیره، از طریق فشار اجتماعی. داره از یه موضوع حساس و خصوصی برای بی‌اعتبار کردن حسام استفاده میکنه و عملاً همون نفوذ مخربی رو نشون میده که پدر حسام پیش بینی کرده بود. دقیقاً همونو. و بعدش حقیقت تلختر هم میشه. حسام که میخواد خودش رو ثابت کنه میره دکتر آزمایش میده و معلوم میشه که مشکل ناباروری از طرف نوینه نه اون. قاعدتاً این لحظه باید باعث نزدیکی این زوج میشد، درسته؟ باید با هم متحد میشدن. باید میشد ولی نمیشه. چرا؟ چون پایه‌های اعتماد از قبل توسط مادرزن تخریب شده. اون فضا رو اونقدر مسموم کرده که دیگه جایی برای همدلی باقی نمونده. حسام از یه طرف خوشحاله که بیگناهیش ثابت شده، اما از طرف دیگه این حس بهش دست میده که از اول توی یه بازی بوده و بعد تیر خلاص زده میشه. در حالی که حسام داره با هزینه‌های سنگین درمان ناباروری نوین دست و پنجه نرم میکنه، نوین ازش یه چیزی میخواد. ازش میخواد که اموالش رو به نامش بزنه. و اینجاست که حسام انگار از خواب بیدار میشه. میفهمه که هشدار پدرش چقدر درست بوده. این رابطه بیشتر شبیه یه معامله بوده تا یه زندگی مشترک. پس طلاق میگیره و از این رابطه سمی فرار میکنه با این فکر که درسش رو گرفته. اما چیزی که در ادامه ماجرایی که برامون فرستادی میبینیم اینه که گاهی فرار از یک دام فقط ما رو به سمت یک دام هوشمندانه تر هدایت میکنه. دقیقاً. اینجا ما با یه پدیده روانشناختی جالب روبرو هستیم. بهش میگن تکرار وسواسگونه. حسام به طور ناخودآگاه در حال بازسازی ترومای رابطه اولشه. اون فکر میکنه با انتخاب یه خانواده با ساختار قدرت صحیح مشکل رو حل کرده. اما در واقع فقط صورت مسئله رو پاک کرده. آره، و خودش رو در معرض همون الگوی کنترلی قرار داده، ولی این بار در یه شکلی که خیلی پیچیده‌تر و خطرناکتره. چطور این کار رو میکنه؟ انتخاب همسر دومش هبه خیلی حساب شده به نظر میاد. انگار یه چک لیست داشته و تیک زده.
کاملا. انتخابش یه واکنش مستقیم به شکست اولشه. اولا هبه قبلا ازدواج کرده و یه بچه داره. پس قابلیت باروریش اثبات شده. پس دیگه قرار نیست با اون شایعات تحقیرآمیز روبرو بشه؟ درسته. و دوماً که مهمترم هست، ساختار خانواده هبه کاملاً برعکس خانواده نوینه. اینجا پدر خانواده تصمیم گیرنده اصلیه. پس حسام با خودش فکر میکنه خب من مشکل اصلی رو شناسایی و حل کردم. اون تمام حواسش رو روی یه متغیر گذاشته. یعنی ساختار قدرت خانواده. آفرین. و از بقیه متغیرها مثل شخصیت خود مادرزن جدید کاملاً غافل شده. و ازدواج دومش در ابتدا مثل یه رویاست، همه چیز آرومه، هبه زنی محترم و همراهه و حسام احساس میکنه بالاخره به آرامش رسیده. تا اینکه هبه باردار میشه. این خبر برای حسام اوج خوشبختیه، اما همین خوشبختی زمین ساز طوفان بعدی میشه. بارداری پرخطره و دکتر برای هبه استراحت مطلق تجویز میکنه و اینجاست که مادر هبه برای کمک به خونه اونها میاد و یک فضای کاملا آسیب پذیر شکل میگیره. و این ورود نقطه عطف دوم داستانه. شخصیت این مادرزن جدید یه شاهکاره. برخلاف مادرزن اول که کنترلگریش آشکار بود، پرسر و صدا بود، از طریق فشار اجتماعی عمل میکرد. بله، این یکی کاملا متفاوته. اون یه زن به ظاهر شاد، سرزنده و مدرنه که به خودش میرسه. روش او کنترل مستقیم نیست، بلکه اغواگری و سوء استفاده روانیه. اون به دقت آسیب پذیری های حسام رو شناسایی میکنه. اول محرومیت فیزیکی به خاطر شرایط همسرش، دوم نیاز شدید عاطفی حسام به موفقیت این ازدواج، به پدر شدن. حسام هر کاری میکنه که این یکی دیگه خراب نشه و همین اون رو به یه هدف آسون تبدیل میکنه. اینجا داستان یه پیچش خیلی عجیب و تاریک پیدا میکنه. ماجرای آمپول زدن. اولش به نظر یه درخواست کمک ساده میاد، ولی جزئیاتی که تعریف شده نشون میده همه چیز از قبل طراحی شده بود. اینطور نیست؟ 100%. این یه سناریوی کاملا حساب شده است. مادرزن به بهونه درد استخوان از حسام میخواد براش آمپول بزنه. حسام هم که قبلا برای همسرش این کارو کرده، خب قبول میکنه. اما وقتی وارد اتاق میشه، با صحنه روبرو میشه که راه فراری براش نمیذاره. مادرزنش زیر پتو کاملا برهنه است. این یه شوک و غافلگیری کامله. و بعد اون جمله کلیدیه رو میگه که به نظرم قلب ماجراست. میدونم که تو محرومی و من هم محرومم. این جمله چه کار کردی داره؟ این جمله یه شاهکار دستکاری روانشناختیه. با همین یه جمله چند تا کار رو همزمان انجام میده. اول به حسام القا میکنه که تنها نیست و یه نفر درکش میکنه. دوم، به عمل خودش مشروعیت میبخشه. انگار این یه نیاز مشترکه، نه یه خیانت. و سوم، یه پیوند عاطفی و یه جبهه مشترک بین خودشون ایجاد میکنه. در واقع داره میگه ما دوتا قربانی شرایط هستیم و حسام در اون لحظه آسیب پذیری تسلیم این روایت میشه. و اتفاقی که نباید میفته. اما بلا فاصله بعدش حسام دچار یه عذاب وجدان وحشتناک میشه. از خودش، از مادرزنش، از کاری که کرده متنفر میشه و از خونه بیرون میزنه. تصمیمش رو هم گرفته. این زن باید به هر قیمتی از زندگیش بیرون بره. اما دیگه خیلی دیره. اگر بخوایم این رو به تصویر بزرگتر وضع کنیم، اینجا یه نمونه کلاسیک از مثلث‌سازی در روابط رو می‌بینیم. مادرزن با ایجاد یه رابطه پنهانی با حسام، عملاً دخترش هبه رو از معادله خارج می‌کنه و یه دینامیک قدرت جدید می‌سازه که در اون حسام کاملاً به او وابسته و مدیون میشه. اون دیگه فقط مادرزن حسام نیست، حالا صاحب بزرگترین راز و نقطه ضعف زندگی حسامه. و روز بعد که حسام با قاطعیت ازش میخواد که خونه رو ترک کنه، با چکمیت نهایی روبرو میشه. مادرزن از رابطه‌شون مخفیانه فیلم گرفته. این دیگه فقط یه سوء استفاده عاطفی نیست. این یه باجگیری تمام عیاره. و جمله‌ای که به حسام میگه واقعاً تکان دهنده است. فکر کردی ورود به این ماجرا مثل خروج از آن است؟ تو وارد ذهن من شدی و من رهایت نخواهم کرد. اینجاست که میفهمیم حسام از یه موقعیت بد، یعنی ازدواج اول، فرار کرده
و در یه موقعیت بی‌نهایت خطرناکتر و پیچیده‌تر گرفتار شده. اون بین دو گزینه وحشتناک گیر کرده. یا اعتراف کنه و همه چیز رو از دست بده، همسرش، بچه‌ای که تو راه آبروش، یا برای همیشه توی دروغ زندگی کنه و برده مادر زنش باشه. توی داستانی که فرستادی، حسام با یکی از دوستاش مشورت میکنه و اون 2-3 تا راه حل پیشنهاد میده. اول به همسرش اعتراف کنه. دوم موضوع رو با یه بزرگتر فامیل در میون بذاره و سوم با زور گوشی رو از مادر زنش بگیره. به نظرت هیچ کدوم از اینا راه حل واقعیه؟ هر کدوم از اینها یه قمار با ریسک خیلی بالاست. اعتراف به همسرش که تو شرایط حساس بارداریه میتونه اعتماد رو برای همیشه نابود کنه و به فروپاشی کامل خانواده منجر بشه. گفتن به یه بزرگتر فامیل ریسک یه رسوایی عمومی رو داره. هیچ تضمینی هم نیست که اون بزرگتر بتونه کاری بکنه یا حتی طرف حسام رو بگیره. و گرفتن گوشی به زور، خب این یه حرکت پرخاشگرانه و غیر قابل پیش بینیه. از کجا معلوم که مادرزن از اون فیلم کپی نگرفته باشه؟ یا اینکه واکنش شدیدتری نشون نده. دقیقاً این سناریوی باجگیری ویدیویی چیزیه که قبلا فقط تو فیلم ها می دیدیم، اما حالا به یه واقعیت ترسناک تبدیل شده. این ابزار قدرت، یعنی ثبت یه لحظه خصوصی، بازی رو کاملاً عوض میکنه. هیچ پاسخ آسانی وجود نداره. پس اگر بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، ما داستان مردی رو بررسی کردیم که تلاشش برای ساختن یه خانواده شاد 2 بار توسط نفوذ مادرزنهاش نابود میشه. بار اول توسط مادری که دخترش رو کنترل میکرد و بار دوم توسط مادری که میخواست خود اون رو کنترل کنه و در نهایت در یک دوراهی غیر ممکن گیر میفته. و یه فکر نهایی برای شما که به این ماجرا گوش دادید. این داستان فقط درباره مادرزن‌های بد نیست. درباره اینه که چطور آسیب‌های گذشته تصمیم‌های آینده ما رو شکل میدن. حسام اونقدر روی دوری از مشکل نوع اول، یعنی یه همسر تحت کنترل مادرش، متمرکز بود که از مشکل نوع دوم، یعنی مادری که میخواست خود او رو کنترل کند، کاملاً غافل شد. ترومای گذشتش یه فیلتر برای انتخاب همسرش ایجاد کرده بود که فقط به دنبال یه نوع خطر خاص میگشت و همین باعث شد در برابر یه خطر کاملا متفاوت، کاملا بی‌دفاع باشه. این داستان بدون هیچ نتیجه‌ای تموم میشه. ما نمیدونیم حسام در نهایت چه تصمیمی گرفت. شاید سوالی که برای شما باقی میمونه این باشه: وقتی با تمام وجود تلاش میکنید که اشتباهات گذشته رو تکرار نکنید، چه نقاط کور جدیدی ممکن است برای خودتان ایجاد کنید؟